سلام بچه ها، حالتون چطوره بچه ها؟ خوش اومدید به این ویدیو. بچه ها یه ویدیو بچه رویال داریم، یه ویدیو خفن ها واسه ببینید یه چیزی عشق کن. آقا ویدیو فقط ببینید. خب میبینید توی ویدیو چجوری خدا وکیلی مفترم کردن، اصلا یه چیز ناراحت کننده. اینجا طرف عجله داره دیگه، تگمن بزن خدا که میزنم تگه تو. حالا نه کنید ببینید چجوری مفترم کردن خدا وکیلی. نمیدونم اشتباه از خودم هم بود دیگه 100%. خب ولی مفبرم شدم. خب بچه حال نها کنید یه جورایی مثلا جای اضافی شد که مثلا داشتم لوت میکردم، باتی بود چیزی بود اون ورتون حذف کردم. خب که آقا حوصلتون سر نره دیگه. آقا یه دونه ویدیو هم داریم خفن. خب میذارم براتون تو آینده یا جلوتر از این مثلا یه چیز گاد خفن ها. سولو بیس گاد زدم ایزی یه چیز گاد. آقا اینجا رو نگاه کنید، یه نفر اومد تو این راست شد، ترپ رو انداختم پشتم، اومدم اینجا سریع پلیک بزنم. خب دیدم یه نفر سمت راستمه، خب ریبم شده. آقا اینجا گفتم دیگه اینجا جای موندن نیست، خدا حافظ. رفتم یه دونه میدم زدم پشت سرم که اگه اومد بره نه. خب حالا دمه چه هر چیزی فرق نمیکنه. اینجا اومدم یعنی هیچ وقت از لوت بیزار نشید، اومدم پلی 200 هم برداشتم. خب آقا ما رفتیم این جلو. خب اینجا وایسادم دیدم به طرف اینجاست. خب یه دونه شات با اسنایپ زدم. خب هیچیش نشد. اینجا هم سرعت رو نها کن، طرفم چه سرعتی بهم داد انصافا. خب اینجا دوباره همون یارو رو میبینم، میام اسنایپ رو میگیرم، یکی میرم میره میزنم بازم میره. اینجا گفتم ولش کن، جای موندن نیست. اون چپم اینه بود، این برم اینه این شماره میریم جلوتر. خب میبینید برای دادن تو رو خدا بزنید تگ منو، یه چند ثانیه مونده بزنید. جلو من ترپ گذاشته بودم، گفتم رو ترپ ها نرم. واقعا نمیشد ترپ تگ شما یکم گرفت چون شلوغ بود به شدت. آقا اینجا هم میبینید من وایسم دارم پلیک میزنم، یه دفعه بوم یه دونه تیر تانک میخوره اونجا. شانس آوردم نیست رفت سیف خدایی خیلی نگاه. دوباره یکی دیگه هم زد اونجا، در طبیعی تانکی رفت دو کارش نیستم. نکنی از سمت چپ میبینی یه اسکی زیروه داره میاد. خب میره یه دونه شاد، دومی نیست، میره سومی میدازدش. خب آقا از وقتی سنس هم دارم کم و زیاد میکنم، بیشتر میکنم کم میکنم. خب اصلا موومنت زدن برام یه چیز آسون تری شده. احساس میکنم خیلی راحت میتونم جلوی اینو پرواز کنم. من سنسم هر چیزی که بود 3 تا دونه بیشتر کردم. خب این 3 تا دونه کاری من جلوی اینو پرواز کنم وقت خفنه. خب اصلا ببین یه چیز گاد ایزی. خب آقا اینجا ما وایسادیم. خب دارم موقعیت رو نگاه میکنم چی به چی. اینجا میام فکرم طرف نمیاد، دوباره اینو برداشتم مجبور شدم بیام. این از توش رد شد، اینم دوباره از توش رد شد. هی نگاه نمیدونم خب مشکل پینگ چیه. بچه اینجا هم نگاه کنید طرف رفته تو زون وایساده اون بالا. داشت که چی خوب بیه پایین بابا، الان زونکش میشی به خدا. خب کاش که نمیومد پایین و همونجا زونکش میشد، من انقدر دردسر نمیکشیدم واقعا. خب آقا میرم جلوتر میبینید خدایی این چجوری مفر کردن آدمو. جای اضافی هم براتون هست کردم ولی یه گیم پلیه. خب یه گیم پلی کامله، فقط جایی که راه رفتم و بات زدم و اینا رو حذف کردم که نبینید. خب بچه اینجا ما اومدیم بالا. خب اینجا نه اسکوادشون اینجا بود، میاد اینجا البته. خب طرف رو میندازم میام بالا، نگاه طرف اینجا یه دونه میز، دومی از توش رد میشه، سومی میخوره تو هدش ویس میشنه. خب اینجا هم اومد بره، اگه نمیفتاد پایین میزدمش دیگه، تیر آخر بهش میخورد. خب اینجا هم آقا من ویس نداشتم، خب بیوای هم داشتم، حداقل اچس هم نکشته بودم حتی. اینجا وایستادم هیل کنه، یه دفعه دیدم طرف جلومه. خب نمیدونستم چیکار کنم، بعد جونم داشت میومد، خطری بود خدا وکیلی. اسموک هم کردم تا میخواستم اونو بزنم، این دیگه اوضاع قمر در عقب اصلا یه چیزی عجیب غریب بود. خب اینجا گفتم ولش کنم آقا تو زون فایت ندم برم. خب اینجا وایستادم دیگه دیدم زون اومد دیگه، گفتم بابا خدا به ارزش نداره. نکنید خدا وکیلی. ببینید دیگه خودتون ببینید من چجوری مفر میشم. بچه‌ها مرسی که ویدیو رو تا تماشا کردین. لایک کنید، سیف که اینستا که نیست، لایک کنید، سابسکرایب هم یادتون نره. خداحافظ.